سلام و درود دوستان عزیز، امید که جور و صحتمند بوده باشین در هر جای که زیست و زندگی میکنید. خواستم در این کلیپ به شما بیان بکنم آیا افرادی که کهنسال هستند آیا می توانند توسط حجامت خود را درمان بکنند و یا خیر. تا آخر ویدیو بیننده باشید دوستان عزیز. البته اختلافاتی در اینجا وجود دارد میان اتباع کرام و حکمای قدیم و بعضشان میگویند که افرادی که سنشان بالا هست نباید بعد از 60 سالگی حجامت شود و بعضشان میگویند که افرادی که سنشان بالا هست نباید بعد از 70 سالگی حجامت شود. این طور اختلافات خود را دارند، ولی در تجربه شخصی خودم دوستان عزیز، قسمی که ما تجربه کردم در این باره، نمیشه که تمام ایشان را حجامت نمود، افراد سن کرده را و کهنسال را، و یا تمامشان را مکمل رد کرد که شما حجامت نکنید به شما مضر است. نه خیر. این رد دارد به افراد حاذق و ماهر، کسی که خودش حجامت میکنه و کسی که خودش دکتر حجامت است با از او تعلق داره. البته بعضی کسایی که سنشان بالا هست ولی قوت نیرویشان هم خوب است، مثل دیگرها ولی کم نیست، و بعضی کسا هست که سنشان بالا هست ولی نیرویشان قوتشان خیلی ضعیف شده. کسایی که خصوصا نیرویشان ضعیف شده باشه نباید بعد از 70 سالگی حجامت شود. کسایی که نیرویشان خوب باشه و هم نظر به صحتش، نظر به قوت و نیرویش، خود همون افراد حجامتگر میدانه که از این حجامت بکنم و یا نکنم، آیا این به حجامت میشه و یا نمیشه، توانایی حجامت را دارد و یا ندارد. تمامش بر خود دکتر صاحب که حجامت را انجام میده اونجا معلوم است. خلاصه کلام من این هست که این فقط ربط دارد با تجربه خود دکتر صاحب، خود دکتر حجامتی که حجامت را انجام میده و خودش میدانه که ما از این چند گلاس بگیرم، یا هم ماهانه و یا هم سالانه توصیه بکنم که این چه وقت حجامت را انجام بدهد. ولی خوب است مسافرهایی که سنشان بالا هست، کمردرد هستن و یا پایدرد هستن، باد در بدن دارن، زانه هایشان باد میگیره، کمرشان بعض وقت درد میگیره و بعض وقت گوشهایشان قفل میشه، حجامت برای اونها خیلی مؤثر و مفید واقع میشه، چون من خودم شخصا تجربه کردم این را. اگر شما دوستان عزیز کسایی را که میبینید سنشان بالا هست ولی تا حال حجامت نکردن و قوت نیرویشان هم برابر است، حتما برایشان توصیه بکنید حجامت را انجام بدهند. انشاءالله دفعه اول و یا هم دوم اگر پایدرد هست و یا کمردرد هست توسط حجامتگر ماهر و ذائق اگر حجامت شود، انشاءالله 80% مرض اونها کم میشه. چون که افراد سن کرده اگر ما بگوییم کسایی که ضعیف است حجامت بکنن، تولیدات خونیشون از داخل خیلی ضعیف می باشه. اگر اونها حجامت بکنن همون موقع که توسط گلاس خالی میشه، خونشون گرفته میشه، دوباره پس تیز در همون موقعی که خالی شده بر نمیگرده، چرا که اونها به خون ضرورت دارن، تولیدات خون داخلیشان خیلی ضعیف شده. و کسایی که نیروی جسمشان که خیلی ضعیف است، سنشان بالا هست، نباید حجامت را انجام بدهد مگر توسط دکتر ماهر و حاذق حجامت که خودش با تجربه شخصی خودش میدانه که به این فرد حجامت ضرور است و یا نیست. پس دوستان عزیز منتظر باشید در ویدیوهای بعدی ما که در بخش حجامت درمانی به خاطر جوش صورت و به خاطر سردردی، پایدردی، کمردردی، انواع حجامت هایی که چند قسم از حجامت خشک و حجامت تر، تمام این را به شما بیان خواهم کرد. اگر ویدیو از خوشتان آمده باشه صفحه ما را سابسکرایب نمایید و زنگوله را هم بزنید و منتظر ویدیوهای جدید ما باشید.